در دوران صاحب استقلالی کشور تمام ساحه‌های خودجگی خلق مملکت دیگرباره رشد نمود. در این برابر هنرهای مردمی نیز از نوع احیا گردیده. زنان هنرمند تلاش بر آن می‌نمایند که دلخواه هنر قدیمی خلق تاجیک را دیگرباره تقویت بخشیده به نسل امروز آموزانند. خوشبختانه در مقیاس ولایت زنان و مادران هنرمند زیاد فعالیت می‌نمایند که هر کدام آنها یک نوع هنر را احیا نموده ایستادند. دریافتی پوره از چکن قدیمی تاجیکان در ناحیه فرخور شهادت از آن می‌دهد که همین مال ختلان زمین است و امروزها این محصولات در تمام جهان همچون فرهنگ میراثی تاجیکان قبول گردیده است و از آنی که چکن را امروز همه قریب که خریداری میکنند، چه گلدختران چه زنان برای چوربینی ها چه برای آرایش خانه و کارخانه ها عموما در همه جای استفاده میبرند. به عنوان شهر لیوکن نیز کوشش کرده ایستادند که هر روزه از همین گلهای چکن باز آرایشات های نو آماده کنند. صنعت چکندوزی به روزگار زنان و مادران سخت وابستگی دارد. بانوان زیبای آفر توسط صنعت چکندوزی کرته های گلدوزی، کرپه و کرپچه زردیواری آماده می نمایند که دقت هر بیننده را به خود جلب می سازد. واقعا بانوان در احیای هنرهای مردمی سهمگذاری می نمایند. در چکندوزی تاجیکانه طبیعت زیبا، منظره های دلفریب، آبشاران و راه های پرپیچ‌تاب کوهستان تصویری ماهرانه می‌یابد که آن از ذوق بلند زیبایی پرستی آنها بشارت می‌دهد. چکن علاقه خودش هر یک رمز خود را دارد. منم ماهتاب و انمون ستاره و دیگر منم کجک‌هایی که هستند رمزهای مثل کوههای سربافلک تاجیکستان را معرفی می‌نماید. ما حرکت کرده استادیم که گلی چکن ختلان زمین رو در لباس‌های بالاپوش بیشتر طراحی کنیم، آماده سازیم و پیشنهاد کنیم به شهروندان برای فروش، چون که اکثریت بانوان تاجیکستان امروزها به خارج کشور سفرهای کاری دارن، چه در سمت سیاست چه در سمت فرهنگ و معنویات. البته آنها به لباس ملی از کشور بیرون نمیبرند. وقتی که به یک جا سفر میکنی، هر یک شخصی با معرفت خصوصا بانوان باید فکر داشته باشند که من معرفگر تاجیکستان در همون دولتی که امروز سفر دارم در آنجا هستم. چکندوزی صنعتی قدیمی است. هر گل‌هایی که روی متا تصویر می‌یابند رمزهای گوناگون را انعکاس می‌نمایند. یکی را کاسه‌گل، دیگری را ماه ستاره نام می‌برند. منظره‌های با نگاره‌های گلدوزی ایجاد شده به طرز زیست، آیین و عمل، آرزو و آرمانشان توأم بوده به واقعیت رابطه دارند. یک جهان پر از نفاست و نزاکتند. چکن تا امروز عموما قدر خود را گم نکرده است و همچون یک مال شاهی برای خانمان همچون لباسی ایدانه معرفی گردیده است و آن را البته که در عید و جشن ها بیشتر به بر میکنند و فکر میکنم که آنجا که چکن ریز شود البته که شأن و شرف تمام هنرمندان بلند میشه. هنر چکندوزی از دوران کهن تا امروز همچون شناخت جهان باقی مانده است. چکندوزی نمونه صنعت آرایشی و بدیعی است که اسرار انسانها و ذوق زیبایی پرستیشان را نمایش می‌دهند. هنر گلدوزی هر یک خلق ویژگی‌های ذهنیت مردم را تجسم می‌کند که به ذوق آنها سازگار می‌آید. هنر چکندوزی نه تنها مشاهده بلکه دانش و معرفت است. به اندیشه فرهنگ شناسان صنعت چکندوزی از روحیه زندگی ساز هنرمندان سرچشمه میگیرد. خوشبختانه در دوران صاحب استقلالی کشور رهبریت سطح عالی مملکت بر رشد هنرهای مردمی و احیا نمودن آنها زمینه واقعی فراهم آورده. زنان و بانوان هنرمند صاحب گرندهای پرزیدنتی و رئیس ولایت گردیدند. سال 2009 گرند پرزیدنتی گرفتم که این به کار ما خیلی کمک کرد. من میندار از جناب عالی پرزیدنت محترم امام علی رحمان که همین گرند های پرزیدنتی را با تشکیل کرد و از آنها داد. ما زنها خیلی پیش رفتیم. با دستگیری کمیته کربوزنان و ولای نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با من گرانت پرزیدنتی به مبلغ 20,000 دیده نمودند که از سال 2018 تا این جانب انا من گرانت گرفته خود را خوب و درست استفاده بردم. سال 2018 تا این جانب زیاده از 600 نفر زنان و بانوانی که در دهات زندگی میکنن و جای کار و فعالیت ندارن
آنها را طریق شغل اهالی صاحب کسب و هنر و صاحب شهادتنامه نمودیم. هنری چکندوزی برای هنرمندان امروزه ما خصوصیت میراثی را کسب نموده، آنها از مادر و بیبی‌هایشان این هنر را از بر نموده، امروز در این جاده شاگردان زیادی را تربیت نموده ایستادند. با افتخار می توان گفت که مکتب استادی و شاگردی را هنرمندان تأسیس داده، با این عمل در عمر جاودانه کسب نمودن هنر دستی بانوان زمینه واقعی گذاشته ایستادند. باعث افتخار و سرفرازی به اندازه است که با تلاش‌های پیوسته سرور دولت چکن به فهرست میراث فرهنگ غیرمادی یونسکو وارد گردیده، شهرت بانوان هنرمند تاجیک را باز هم افزون گردانید.